اگه دوست داریش کمکش کن. تو حق نداره اگه شراب خوری داره شراب میخوره بگی این ملعون نجس شراب خورده، این جهنمیه. گریه و زاری و تواضع و معصیت خیلی بهتر از تکبر و عبادته. اونی که با نمازش مغروره، با 2 رکعت نماز و روزش مغروره، خیلی دورتره. آیا نمیترسی که فردا اون شرابکار توبه بکنه بیاد جای تو و تو با نمازت مغرورید، منت سر خدا و خلق خدا میذارید بیرید جای اون؟ بعضی انسان ها پشت تسبیحشون قایم شدن، بعضی انسان ها پشت حجشون قایم شدن. طرف فکر میکنه وقتی رفت حاجی شد دیگه هر کاری دلش میخواد بکنه، یه مجوز حج رفتن. بعضی ها پشت نمازشون قایم شدن، هر کسی نماز میخونه دیگه آزاده. نه، اینطوری نیست. اگر راست میگی کمکش کن تا دست از این شراب بکشه. علمای ما عادت کردن فقط میرن مسجد مدرسه دینی، مسجد مدرسه دینی، تو بازار نمیرن چون اونجا اهل معصیتن. اگه گاه وقتم تو بازار برن اینطوری باید برن که چشمشون به نامحرم نیفته. پس بشین تو خونه تا جوانا بیان، برو تو مسجد بشین تا جوانا بیان، برو تو مدرسه دینی بشین دور خودت هم یه دیوار بکش تا جوانا بیان. بابا تو مسئول متدینین هستی، مسئول اونا هم هستید. اونا هم بگردن تو حق دارن. علما تو عروسی نمیرن که اونجا، اگه بزرگان تو عروسی نمیرن، تو بازار نرن، تو محل کار مردم نرن، تو دانشگاه نرن، کنار ساحل نرن، تو پارک نرن، طوری شده که علما دیگه روشون نمیشه تو پارک برن، روشون نمیشه تو بازار برن. با بازار یثرب یه روزی دست یهود بود. اقتصاد یثرب قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه و دست یهود بود. 3 قبیله بزرگ یهود در یثرب زندگی میکردن، قبیله بنی نظیر و بنی قینقاع و بنی قریظه. وقتی پیامبر صلی الله علیه و رفت نگفت برید بازارشون رو نابود بکنید. حرفه، فن، تجارت، بازار، کشاورزی دست یهود بود. پیامبر یکی یکی صحابه رو فرستاد تو بازار. به جایی رسید که بازار مدینه دست 10 مبشره به بهشت افتاد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گاه وقتی با یک غلامی داشت میرفت تو بازار، مغازه به مغازه سلام میکرد، دعای برکت میکرد، میرن مغازه بعدی. بعد غلامش میگفت سرورم، سیدم، چیزی نخریدید؟ بازار محل خرید و فروشه. گفت چرا نمیفهمی؟ ما رفتیم بر اهل بازار سلام بکنیم، دعای برکت بکنیم، انگیزه بهشون بدیم تا این سنگر رو حفظ بکنن. انسانهای بی تقوا اگر بازار رو قبضه کردن، اقتصاد، مالی هم که کمک میکنن، اصلا اقتصاد وقتی که مسموم شد دیگه نه نماز جواب میده، نه روزه جواب میده، نه تلاوت قرآن جواب میده، نه حج جواب میده. اقتصاد رو باید سالم نگه داشت، فرهنگ رو باید سالم نگه داشت. اگر امکان گناه و استمرار گناه برای انسان ممکن نباشد، توبه فایده‌ای ندارد. توبه جذاب و زیباست که استمرار گناه برای تو باشد. بگی از خدا میترسم. من میرم تو بازار چشمی به نامحرم افتاد، چشمی بندازه پایین. ولی من نمیرم بازار چون که اگه برم چشمم به نامحرم افتاده. پس تو خیلی ضعیف الایمانید. یه وقتی مفتی اعظم عربستان بود اگه اشتباه نکنم، گفته بود من الحمدلله میگم که تو تلویزیون من، تو خونه من تلویزیون نیست. خیلی ضعیفی، خیلی ضعیفی. و تو خونه تو کاردم نباید باشه، تبرم نباید باشه، کبریتم نباید باشه، نفتم نباید باشه، گازم نباید باشه. تو اینقدر ضعیفی و بچه ها ضعیف تربیت کرده که این معاذ الله کجاست؟ معاذ الله کجاست؟ برای هر یوسفی زلیخایی هست. زلیخا به یوسف گفت هی تلک، گفت معاذ الله انه ربی احسن مثوای. پدیده ها رو نمیشه از همه گرفت، جمعش کرد. پدیده ها باید جهت داد. اینترنت پدیده هست، فضای مجازی، این امکاناتی که الان هست، همین امکاناتی که اینجاست الان این برنامه رو جهانی کرده، آنلاین.
داره پخش میشه دنیا به زبانهای مختلف. حداقل 150 میلیون نفر فارسی زبان دارن مشاهده میکنن. چقدر فایده داره؟ پس سومین عامل انشراح صدر مخالف پذیری است. بیایم در کنار هم زندگی بکنیم. تشنج و تقابل و افراطیگری و خشونت و حذف و محرم و نامحرم و اینا رو دور بریزیم. خب امشب عروسیه. خیلی برنامه خوب دوستان ارائه دادن، خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، چیزهای خیلی خوب شنیدیم، حس و حالمون عوض شد. چند تا فلسفه برای ازدواج هست. یک، خوشنودی خدا و رسول خدا، امر خدا و رسول خداست. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. پس اولین فلسفه ازدواج امر خدا به جا آوردن که خدا و رسول خدا از ما خوشنود باشن. دعا میکنیم خداوند از این نور چشممون داوود و همچنین همسر محترمی ایشان خوشنود و راضی باشن. بگید آمین. دومین فلسفهش رسیدن به شرم و حیا و عفت و پاک دامنی است. خداوند تضمین کرده هر کسی که پناه بیاره به ازدواج و فرار بکنه از بی‌عفتی و پناه بیاره به ازدواج، به آغوش ازدواج و عفت و پاک دامنی، بر من واجبه که ازش حمایت بکنم. خداوند تعهد داده، گفته بر من واجبه که ازش حمایت بکنم. اگر فقیر بود از فضل خودم، نگفته از مال دیگران، از فضل خودم اونو غنی میکنم. همین آیه که تلاوت کردم به 3 نفر خدا تعهد داده که بر من واجب نصرتشون. یک جوانی که به خاطر ترس از واقع شدن در حرام به ازدواج پناه بیاره. ازدواج آسان بگیرید. در کشور ما بین 10 12 تا 15 میلیون جوان تو ترافیک ازدواجن. از خدا بترسید، به بچه هاتون رحم بکنید. کشور ما یکی از جوانترین کشورهای دنیاست. بالاترین جمعیت جوان دنیا رو داریم. 13 14 میلیون تو ترافیک ازدواجن. زن حلال 500 میلیون، 1 میلیارد 2 میلیارد پول میخواد. حرام مفتی چیزم بهش میدن. بزرگترها به جواناشون رحم بکنن. اینا فرزندان ما هستن، جگرگوشه های ما هستن. پدر عروس خانم مسائل رو براش آسان بگیره. فردا این پدر نوه تو میشه. همین دامادی که آمده خواستگاری دخترت میشه داماد تو، بعد تو رو پدر بزرگ میکنه، به کمال انسانی میرسونه. تو پدر بودی الان میشی پدر بزرگ. نوه هاتو میبینید، نتیجه هاتو میبینید. بعضی از پدر خانم‌ها شب اول میخوان دامادشون رو چپاول بکنه. غارت، مفلس، هر چی داره 200 میلیون شیربها، 500 میلیون فلان، 100 میلیون به حساب مادرش بریز، 200 میلیون به حساب فلانش بریز. عجب. یعنی این پدر دنبال عفت دخترشه؟ چرا آمار طلاق در کشور ما داره بالا میره؟ در یک روستایی شاید در جنوب ایران، خب من 15 سال قبل از انقلاب بودم، باقیشم تو انقلاب اسلامی بودم. از هر 4 ازدواج چند سال پیش 1/4 منجر به طلاق بود. الان کم کم داره میرسه به نصف. یعنی ما در سال چیزی حدود بین 700 تا 800 هزار ازدواج در کشور داریم. این آمار چند سال پیشه. از اون طرف از هر 4 ازدواج 1/4 منجر به طلاق میشه زیر 2 سال ازدواج. شاید در جنوب ما، در استانهای جنوبی، در سال میگذشت 50 تا طلاق نبود. تو استان هرمزگان بین شیعه و سنی، بین همه. الان تو یک روستا، نمیگم کجاست، 2500 نفر جمعیتش، 30 تا طلاق تو یک روستا. امام جمعه میره روی منبر گریه میکنه. چرا گریه میکنید؟
وقتی دعوت شدی به سفره عقد، اگه گفت مهریه 500 مسکال یا سکه طلا، اونجا تو بلند شو بگو من همچی عقدی رو نمی نویسم. رفتم پیش اون عالم، ننوشت. همطوری دست دختر حرام رو میگیره میبره تو خونش؟ نه، به اندازه سال تولدش 1300 و فلان سکه. 20,000 نفر زندانن به خاطر مهریه. نه همش فریبکاریه بابا. هدف عفته که جوانای ما آرام و قرار بگیرن، استقرار پیدا بکنن، جشنشون بگیریم، شاد بشیم، بتونیم مردم رو دعوت بکنیم، دعای برکت براشون بکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرچه آمار ازدواج بالاتر بره، آمار جرم و جنایت و ناامنی و اینا پایین میاد. اینا رو پایین بیاریم. چطوری آمار ازدواج بالا میره؟ زمانی که مهریه کم باشه، خرج و مخارج عروسی کم باشه، عروسی سبک باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده با برکت ترین زنی که مخارج عروسیش سبک باشه. خب پدر عروس، پدر داماد همه مسلمانن، یعنی نمیخوای دعای برکت پیامبر نصیبت بشه؟ کمک بکنید عروسی های جمعی. من پیشنهاد میدم با حاجی سلمان، با حاجی حسن، دفعه دیگه وقتی میخوان عروسی برگزار بکنن توی این منطقه، اینجا 20 نفر داماد بگذارن، جمع بکنن. بچه های روستاها اینجا نبود، روستاهای اطراف مدیریت بکنن، هر 4 ماه یک بار عروسی جمعی. من چندی پیش داخل رمکان جزیره بودم، 41 داماد به جای یک نفر 41 داماد نشسته بودن یک شب. این کار فرهنگی بزرگ خدا ازتون راضی میشه. کمتر از جهاد نیست، کمتر از حج نیست، کمتر از عمره نیست. ولیمه یک ولیمه، برنامه یک برنامه، چقدر خوشحالی میشه.